کلمه آرامش تو قرآن عربیش میشه سکینه یا اطمینان یا ایتها النفس المطمئنه، یعنی نفس آرام. یا ایتها النفس المطمئنه الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی قلب آرام، قلب بدون دغدغه. عرض کردم آسایش نه، آسایش مال جسمه، آرامش، بحث من رو آرامش مال روح. قرآن کریم میفرماید انزل سکینته علی رسوله، خدا به پیغمبر آرامش داد. از اون طرف به دشمنا رعب داد، اضطراب داد، استرس داد. تو جنگ بدر، این مال جنگ بدر. قرآن کریم میفرماید هدف از ازدواج آرامشه. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، سوره روم آیه 21. لتسکنوا الیها، همسر برای آرامشه. لتسکنوا الیها، برای اینکه آرامش. ولذا غربی ها نگاهشون به ازدواج چون نگاه جنسیه گفتن ضرورت نداره ما ازدواج کنیم. با هم جنسگرایی هم میشه، با ازدواج سفید هم میشه، با عرض میکنم رابطه حرام هم میشه. اصلا اسلام نگاهش به ازدواج نگاه شهوانی نیست. تسکنوا الیها، آرامش. عرض کردم واژه آرامش تو عربی سکینه است. از سکینتو عنوان العقل، آرامش آرم عقل، یعنی آرامش باعث میشه عقل آدم هم کار کنه، خرد آدم هم کار کنه، بتونه تصمیم بگیره، بتونه مدیریت کنه. خیلی این بحث مهمی است، عوامل آرامش. حالا یه فرمول 3 ماده‌ای میخوام بگم که شاید بیش از 10 تا حدیث داره. اگر این 3 تا تو زندگی کسی باشه آرامش پیدا میکنه. خیلی این 3 تا مهمه، اونقدر مهمه که تو کربلا موج میزنه. حالا میگم متوجه میشه. تو زیارت امین الله اینا رو از خدا میخواید. حالا عرض میکنم خدا به پیغمبرش فرمود، حدیث قدسیه، خیلی حدیث قشنگی. فرمود پیامبرم میدونی چرا مؤمن رو گفتم مؤمن؟ سمیته مؤمنا به اسمی. پیغمبر مؤمنو، اگه ایمان داشته باشیم ما میگن مؤمن دیگه. خیلی کسی رو بخوایم تعریف کنیم میگیم مؤمن. فرمود پیغمبر من مؤمن رو گذاشتم به اسم خودم، چون عزیزان میدونید که از اسمای خدا مؤمنه. بلدید دیگه، آخر سوره حشر هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار اولی اسمش سلامه، بعد مؤمن. تو این آیه 17 تا اسم خدا آخر سوره حشر. گفت پیغمبر اسم مؤمن رو گذاشتم مؤمن به اسم خودم، اسم من مؤمنه دیگه. و السلام المؤمن، اسم مؤمن از اسم خودم جدا کرد. بعد این منظورمه. فرمود پیغمبر اگر کسی مؤمنی این 3 تا ویژگی رو داشته باشه، که اون 3 تا رو حالا میگم چیه، اگر داشته باشه اکتبه من الصدیقین، من اسمشو جزو صدیقین می نویسم. آقایون میدونید ردیف صدیقین چیه دیگه؟ ما 4 گروه داریم اینا برگزیدن تو قیامت: نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. دومی صدیقینه. ردیف صدیقین امیرالمومنینه. ردیف صدیقین حضرت هارونه. صدیق جانشین نبیه دیگه. من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، سوره نساء آیه 69. و حسن اولئک رفیقا، بهترین رفیق این 4 تا دیگه. با انبیا محشور شی میری بهش، با صدیقین میری بهش، با شهدا، با صالحین. فرمود اگر کسی این 3 تا ویژگی رو داشته باشه من اسمش رو جزو صدیقین مینویسم. گفتم نزدیک 10 تا حدیث داره. فرمود من رزق، حدیثه، کسی این 3 تا رو خدا بهش بده، این 3 تا رو رزق خیر الدنیا و الاخره، خیر دنیا و آخرت بهش داده شد. چیه اینا که اینقدر مهم؟ آرامش میاره، صدیق میشه آدم، جزو علما و حکما میشه آدم، به مقام انبیا میرسه، عکسش هم هست. فرمود پیغمبر اگر کسی این 3 تا رو زندگیش نداره اصلا، بره یه خدای غیر از من بگیره، من به دردش نمیخورم، یعنی نمیتونه برای من کار کنه. حالا بخونم حدیثشو: من لم یرضى بقضایی ولم یصبر علی بلایی ولم یشکر نعمایی فلیتخذ ربا سوایی. عربی راحتی بود دیگه. چیه این 3 ویژگی؟ رضا، صبر، شکر. رضای به قضا، صبر بر بلا، شکر بر نعما. 3 تا ویژگی که نقطه مقابلش هم 3 چیز منفیه. مقابل رضا نارضایتی و شکوه، مقابل صبر بی‌صبری و جزع و فزع، مقابل شکر ناسپاسی و ناشکری. این 3 تا آرامش میاره. رضا به قضای الهی، صبر بر بلا و مصیبت ها و حوادثی که پیش میاد، شکر بر این مثلث 3 ضلعی آرامش زاست. خیلی هم مهمه. لذا تو زیارت امین الله، که زیارت امین الله 13 تا حاجت از خدا میخواید: اللهم اجعل
نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک. یه جاش هم میگه صابرتن علی نزول بلائک شاکرتن لفواضل نعمائک. از اون 13 تا 3 تاش همیناست. خیلی مهم. هر چه تو این عالم کار خوب اتفاق میفته میگیم لطف خدا، توفیقش خدا داده. من الان دارم با این زبون حرف میزنم میگم توفیق خدا داده. شما دارید با این گوش موعظه گوش میدید، توفیقش خدا داده. یه کسی بیاد مثلا فرض کن یه روزه برای ابی عبدالله میگیره، توفیق خدا داده. زیارت امام حسین میره میگه لطف خدا. هر چی کار خوب میکنی لطف خدا، چون اگه نداده بود عضوشو من نمیتونستم. اما هر چی گناه میکنی تقصیر خودتون. ای بابا خب اونم عضوشو خدا داده، من وقتی فوشم میدم که زبونشو خدا داده. باشه داده ولی گفته باش فوش نده. نگو که یه زبونی میداد که نتونه فوش بده، اون وقت میشد فرشته دیگه انسان نمیشد، چون فرشته گناه نمیتونه بکنه. 3 تا ویژگی آرامش میاره که رضای به قضا. رضای به قضا یعنی چی؟ یعنی این عمری که ما داریم یه چیزایی توش چیدن، مرگ هست، حادثه هست، بیماری هست، داغ اولاد هست، خبرم نداریم ما. الحمدلله که خبر نداریم. ما اصلا ظرفیت علم غیب نداریم. من بارها گفتم ما اصلا ظرفیت علم غیب نداریم. یعنی بنده اگه بدونم امشب از این مسجد میرم بیرون ماشین بهم میزنه تا صبح اینجا تکون نمیخورم. ما ظرفیت علم غیب. این دختر خانومی که خواستگار برش میاد اگه بدون این 2 ماه 2 سال دیگه تصادف میکنه میمیره، زنش میشه؟ نه، نمیدونه که زنش میشه. بعد 2 سال میشه بیوه. این آقا پسری که زن میگیره اگه بدون این خانم با سر یه بچه سر زا میره هیچ وقت خواستگاریش نمیره. این لطف خداست ما رو از غیب بیخبر کرده. امام ظرفیت داره بهش غیب گفتن. حضرت امیر میدونه شب فرقش میشکافه میاد مسجد، مثل اینکه نمیدونه، اصلا براش مهم نیست مسجد چون میره. امام حسین میدانه کربلا کشته میشه، مثل کسی که نمیدانه عادی میاد. یعنی اون چون ظرفیت داره آینده رو بهش گفتن. حالا بحث من سخت نکنم اما ببینید 3 تا ویژگی آرامش میاره. یک رضا به قضا. رضا به قضا یعنی چی؟ یعنی اتفاقاتی که تو زندگی میفته همه تلاشمون هم کردیم نشه اما یهو پیش آمد، راضی باشیم به رضای الهی، قضای الهی. این یک. پس اولین عامل آرامش رضاست. رضا خیلی مهمه. یکی از کجا من میگم رضا عامل آرامشه؟ از آیه آخر سوره فجر. آقایان، خواهران، جوانان عزیز، چه کنیم امروز تو این شرایط آرامش پیدا کنیم؟ یک، الرضا بالقضا، راضی بودن به قضای الهی. دوم، الصبر علی البلا، صبر. بیش از 70 مرتبه خدا تو قرآن از صبر تجلیل کرده. خیلی عجیبه. میگه خدا فقط 2 جا درود میفرسته، یکی به پیغمبرش ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. ملائکه خدا بر حضرت محمد صلی الله علیه درود میفرستن. جای دومش کجاست؟ صابرا و بشر الصابرین. بعد میگه اولئک علیهم صلوات من ربهم. خیلی عجیبه. من وقت نیست براتون بحث کنم اینو، فقط اشاره میکنم. قرآن کریم میفرماید یکی از دلایل این که ما یکی رو امام میذاریم، حضرت ابراهیم شد امام، پیغمبر خود ما شد امام. امیرالمومنین امام بود ولی پیغمبر نبود، پس طبیعتا پیغمبر از امیرالمومنین خیلی بالاتره، چون هم پیغمبر هم امامه. ولی امیرالمومنین امامه، پیغمبر نیست. الا انه لا نبی من بعدی. امامت مقام بزرگی است. میفرماید دلیل این که یکی میذاریم امام اولیش اینه و جعلناهم ائمة یهدون به امرنا لما صبروا. دلیل امامت اولش صبره. لذا به پیغمبرم وقتی میخواد بفرماید از پیغمبرای پیش یاد بگیر، به اونا اقتدا کن، از اونا الگو بگیر، میگه چه کاری از اونا الگو بگیر؟ فصبر کما صبر اولوالعزم. تازه پیغمبر میفرماید حواست جمع باشه، تو مثل یونس نباشی. یا یونس صبرش کم بود. ولا تکن که صاحب الحوت. خیلی صبر مهمه. الان آستانه تحمل مردم پایین اومده. نگاه کنید، شما عرض کردم 2 دقیقه نمیشه با یکی حرف بزنی. 2 تا ماشین سر یه چهارراه این فشار میاره، اون نه اون عقب میره، نه این گذشت کم شده. خیلی مهمه. نقطه مقابل صبر جزعه. نقطه مقابل صبر ناسپاسیه. از خدا بخواید آقا، از خدا بخواید. یکی از اموری که انسان از خدا باید بخواد همین صبره. همین رو زیاد بگیم. ربنا افرغ علینا. افرغ بدونید یعنی چی؟ من اگه این لیوانو برش گردونم کامل، تمام آبش خالی بشه، به این میگن افراغ، یعنی خالی کردن. بارون دیدید یه وقت سیل آسا رو سر آدم میریزه، این دوشای حمام یه مرتبه آب میریزه. افراغ یعنی بریزه رو سر آدم. افرغ علینا، خدایا بریز رو سر ما صبر رو. افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. ما 3 جور شکر داریم. یک شکر حقیقی، اینی که آدم نعمت رو از خدا بدونه، این شکر حقیقی است. قارون میگه مال خودمه، میگه این پولا مال خودمه. انما اوتیتو علی علم.
ولی حضرت سلیمان میگه هذا من فضل رب. هر که گفت آقا اینا مال ما نیست، مال خداست، این شکر حقیقیه. خدا به حضرت موسی وحی کرد موسی اون حق شکر منو ادا کن، یعنی دیگه اون شکر 100. او خدایا من که نمیتونم از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدون که نمیتونم. گفت موسی همین شکره، همین که میگی نمیتونم اظهار عجز خودش شکره. شکر حقیقی اینه که آدم بگه نمیتونم، ازم نمیاد، همه اینا مال خدا. شکر قلبی، این شکر قلبی یا حقیقی. شکر دوم شکر زبانی است. الحمدلله رب العالمین. مرکب امام صادق گم شده بود، فرمود اگه پیدا کنم حق شکر رو به جا میارم. اتفاقا پیدا کرد، آقا رفت سجده الحمدلله رب العالمین. گفتن آقا همین، فرمود بله. بعد فرمود هر کجا نعمتی بهتون رسید همونجا شکر کنید، نگو میرم خونه. تو ماشینی، روایت داریم پیشونی بذار روی کف دستت، بگو شکرا لله شکرا لله، همونجا شکر کن. خدا قسمت میکنه حرم حضرت امیر زیارت که تمام میشه مستحب به 100 مرتبه سر به سجده بذاری، شکرا 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 شکر. حرم امام رضا این کارو انجام بده آدم خوب. زیارت امام جواد هم این هست. این شکر زبانی است که روایت داریم یک شکری اگر کسی به زبانش بگه ملائکه قلمش نمیذارن رو زمین، همین دارن ثوابا رو مینویسن، میگن خدایا ما ثواب اینو نمیتونیم بنویسیم خیلی زیاد، و اون اینه الحمدلله کما هو اهله. خدایا حمد هر چقدر سزاوارشی، چقدر سزاوارش ما نمیدونیم. الحمدلله کما هو اهله. سومین شکر این میخواستم بگم شکر عملی است. ببین آقایون خواهرا، الان همه شما دارید شکر گوش انجام میدید چون دارید موعظه گوش میدید. شکر گوش موعظه است. اگه کسی قرآن خوند شکر چشمه. حالا کسی نگاه که به نامحرم گفت الحمدلله رب العالمین، این داره گناه میکنه، شکر بر حرام که نمیشه. اگر یک کسی با این زبانش حرف خوب زد، خیرخواهی کرد، این شکر زبانه. لذا اجازه بدید من 4 تا روایت بخونم و شکر حقیقی رو و شکر عملی رو برای شما معنا کنم. خب این روایت رو دقت کنید. شکر حقیقی، شکر واقعی چیست؟ 1. کن قانعا تکن اشکر الناس. هر که تو زندگیش قناعت باشه این شاکرترین مردم. قناعت بالاترین شکره. یه آیه تو قرآن داره همتون شنیدید، من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. هر که مؤمن باشه عمل صالح انجام بده زندگی پاکیزه بهش میدیم. زندگی پاکیزه چیه؟ امیرالمومنین فرمود حیات طیبه قناعت. فرمود قناعت کنزی است که پایان ناپذیره. شکر 1 با قناعت. 2 احسن و شکر نعم الانعام بها. چجوری شکر کنیم؟ الحمدلله خوبه، اما شکر حقیقی که با قناعت. 2 الانعام، شکر نعمت انعام نعمته، یعنی به دیگران هم بدی. امام رضا علیه السلام ائمه معصوم نگاه، خود امام سجاد یه وقتی کسی جگر برایشون پخته بود آورد، چون جگر رو دوست داشت. فقیری آمد گفتن آقا یه چیز دیگه بدید که دوست دارید خودتون بخورید. فرمود اتفاقا قرآن میگه همون که دوست دارید بدید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این مما تحبون من الان اینه. و الا اسیری که اومد در خونه حضرت زهرا شب که قرآن تو سوره هل اتی میگه مسلمان نبود، کافر اسیر دیگه، اسیر مال کشورهای کفر بود. نطعمک انما نطعمکم لوجه الله. قرآن میفرماید وقتی آمد در خانه مسکین آمد، یتیم آمد، اسیر، خب میتونست حضرت چیز دیگه بشن، خودشون روزه بودن، نان دستپخت خودشو داد. این میشه شکر انعام. 3 شکر نعمت اجتناب حرامه. جوانی که نگاهش به نامحرم میفته سرشو پای میندازه، این شکره. حالا میخواد الحمدلله بگه، میخواد نگه، پس ترک حرام. و 4 هم یه روایت خیلی زیبایی داریم که این روایت 2 تا بحث توش جمع میکنیم. اگر کسی این کارو انجام بده هم صابر هم شاکر. الان بحثمون این بود دیگه، گفتیم 3 چیز تو زندگیمون باشه آرامش میاره: رضا، صبر، شکر. حالا این حدیث میگه یه راهکاری بهتون میدم، اگه نگاه کنید 2 تاشو پیدا میکنید، هم صبر هم شکر. چیه این روایت؟ من نظر فی الدنیا الی من هو دونه و من نظر فی الدین الی من هو فوقه کتبه الله صابرا شاکرا. هر که تو امور دنیا به پایین دستش نگاه کنه، هی نگاه کنه به پایین دستش، تو امور دین هم هی به بالا دستش نگاه کنیم. چه نمازی میخونیم ما؟ نماز علی ابن ابی طالب کجا؟ نماز اویس کجا؟ نماز سلمان کجا؟ اگر کسی همین روحیه رو داشته باشه، خیلی روحیه مهمه، یعنی نگاه به ما فوق تو دین، نگاه به ما دون در دنیا، خدا اسمشو می‌نویسه صابرا شاکرا، کتبه الله صابرا شاکرا.